баҳри истиқболи шоиста аз ҷашни пурифтихори сисолагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Вахш тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ баробари дигар чорабиниҳои оммавӣ ҳамзамон дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот як қатор иншооти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ҷамоати деҳоти Тоҷикобод шафати роҳи мошингарди Бохтар Кӯшониён Вахш бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ Абдулло Абдуллоев як маркази хизматрасонӣ иборат аз нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ, ошхона ва мағозаи хӯрокворӣ ифтитоҳ гардид, ки дар он зиёда аз 10 нафар бо ҷойи корӣ таъмин гардиданд. дар иншооти тоза ифтитоҳ шароитҳои муосири хизматрасонӣ фароҳам оварда шуда, соҳибкорони ташаббускор ният доранд, ки чунин иқдоми ободониро идома дода, боз як нуқтаи шустушу ва хизматрасониҳои нақлиётӣ ташкил карда, дар баробари фароҳам гардонидани шароитҳои лозима инчунин якчанд нафарро бо шуғл таъмин намоянд. طبق اطلاع مسئولان بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی در جماعت دهات تاجیک‌آباد 59 انشاءات تعییناتشان گوناگونی برای تامین زندگی شایسته ساکنان مساعدت کننده به نقشه گرفته شده بود که در نتیجه درست به راه ماندن کارهای تشکیلی و هوسمندگردانی صاحبکاران محلی از جانب مسئولین جماعت دهات این نشان داد 101% اجرا گردیده است. در جماعت شهرک وخش با تشبوس صاحبکارزن عبادت رجبова یک مرکز خدمترسانی دو آشیانه با فراهم آوردن شرایط‌های مساعد بخشیده به تجلیل جشن استقلال دولتی مورد بهره‌برداری قرار داده شد. انشاءات تازه بنیاد جشنی از سیخ قنادی، آشخانه و داروخانه عبارت بوده. در آن زیاده از 10 نفر با جای کاری تامین گردیدند. سیخ قنادی با دستگاه و دیگر لوازمات معاصر جیازانیده شده از جانب صاحبکار جوان دختران و بانوان به آموزش نازوکی‌های آماده‌سازی محصولات قنادی جلب کرده می‌شوند. به همین ترتیب در مرکز ناحیه وخش با نظرداشت طلبات زمان طبق نقشه آبادانی مقامات محلی با سهم صاحبکار محلی عظمت اسماعیلوف حفظ شناوری زمانوی بالاپوشیده مورد استفاده عموم قرار داده شد. در بنیاد انشاءات مذکور فراهمسازی تمام شرایط‌های لازمه استراحت و فراغت به اینابت گرفته شده در یک وقت زیاده از 60 نفر میتواند از آن استفاده نماید. بخشیده به استقبال شایسته از 30مین سالگرد استقلال دولتی و تطبیق برنامه سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در جماعت شهرک وخش در ساحل رود یکی از موضعهای خوشباد و هوای ناحیه مجموعه خدمترسانی مورد بهره‌برداری قرار داده شد. انشاءات تازه بنیاد دو آشیانه بوده در قسمت اول آن برای برگزاری چاره‌بینی‌های خرسندی ساکنان محل تویخانه با فراهم آوردن شرایط‌های لازمه تشکیل کرده شده است. در آشیانه دوم بنا باشد مهمانخانه جایگیر می باشد که در یک وقت تا 16 نفر مهمانان از آن بهره‌ور می‌گردند. در مجموع در این مجموعه خدمترسانی 12 نفر ساکنان با جای کاری تامین گردیدند. با جانبداری از سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان ما صاحبکاران برادران در ناحیه یک بینای دو آشیانه در آشیانه یکم توی خانه با نشست زیاده از 150 نفر و در آشیانه دوم 8 حجره زیاده از در یک وقت میتواند 16 نفر مهمان را قبول نماید. اقدام گرفته بودیم به اتمام رسانده من در این روز جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شما خود شاهد هستید که مورد استفاده قرار گرفت. طبق اطلاع مسئولین در ناحیه وخش جهت آمادگی‌ها به تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با درخواست ساکنان و صاحبکاران محلی بنیاد 342 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده بود که این نقشه آبادانی به پرگی اجرا گردیده. علاوه در ناحیه دیگر کارهای سازندگی انجام داده شده است. با مناسبت تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی در تالار خوشطرح و زمانوی آفتابک که در دوام سالهای صاحب استقلالی بنیاد گردیده است چاره‌بینی تنتنوی دایر گردید. در این تدبیر جشنی نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، راهبریت و فعالان و اهل جماعتچگی ناحیه وخش شرکت داشتند. مسئولین ضمن برآمد تبریکاتی خود عاید به دستاوردهای دوران صاحب استقلالی دولتی و رشد کشور با مثالهای مشخص ابراز اندیشه نموده یادآور گردیدند که محض با تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال سال وحدت و همدیگر فهمی در کشور مستحکم و قوی گردیده مقام و منزلت تاجیکستان در عرصه بین المللی به مراتب بالا رفته ایستاده است.
محض پایداری استقلال دولتی، صلح و آسایشتگی باعث رشد و پیشرفت تمام سمت و ساحه‌های خواجگی خلق مملکت بخصوص ناحیه وخش گردیده. در این سالها ساکنان با دستور و هدایت‌های آینده‌سازی رهبر دولت و مهنت صافدلانه خود به زندگی شایسته نائل گردیده ایستادند. اطلاع داده شد که دوام 3 سال اخیر از بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده بخشیده به این جشن با شکوه دولتی در ناحیه وخش سال 2018 100 انشاءات، سال 2019 72، سال 2020 71 و تا این مدت باقی مانده انشاءات جشنی به پرگی مورد استفاده ساکنان قرار داده شده است. ما زنان و مادران پیش از همه با شکرگزاری از تنجی و آرامی، صلح و ثبات، بنیادکاری و سازندگی، دستگیری و رشد تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت از جمله ساحه معارف و علم جمهوری میانه‌داری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان میرسانیم. ما زنان و مادران اهل جامعه وظیفه‌دار هستیم که هوشیاری و زیرکی سیاسی را از دست نداده جواباً به همه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت جوانان و نورسان را در روحیه وطن‌دوستی، در روحیه ارج گذاشتن به مقدسات ملی، در روحیه خویشتن‌شناسی تربیت نموده نگذاریم که گروه ناخلف همین فضای آباد و آسایشته تاجیکستان عزیز ما را خللدار سازد. جهت قدرشناسی و هوسمندگردانی اهل جامعه بخشیده به سالگرد استقلال بیش از 100 نفر فعالان جامعه، سابقه‌داران مهنت، خدمتچیان دولتی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و ترتیبات، عرصه کشاورزی و استحصالات، معارف و تندرستی، سودا و خدمترسانی و جوانان و ورزش جهت سهم ارزنده گذاشتن در تحکیم دستاوردهای استقلال با افتخارنامه و سپاسنامه و تحفه‌های جشنی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه وخش سرفراز گردانیده شدند. بهر استراحت با فراغت اشتراکچیان چاره‌بینی تنتنوی، اهل هنر و فرهنگ با پیشنهاد برنامه رنگین که ترنمگر استقلال و آزادی، صلح و وحدت، حفظ و گرامی داشت دستاورد و ارزش‌های دولتداری و آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال عبارت بود، خاطر همگان را بالیده گردانیدند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه وخش.